салому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ боша. айни ҳол мо аз худи Каъба ба Тоҷикистон салом мерасонем ва бародарои ман Айхуди Фархор, набош бародарои ман Айхуди Фархор, Айхуди Иттифоқ занг задан ки ини бародарам аст чӯ ай Фархор занг задан, ай овонам занг мезананд, ай деҳаи Сантудам занг задан, ай тамоми ҷо занг задан ки ободонӣ дар ватани азизи мо. мегӯяд дар ғарибӣ гашта гашта ранги зард овардаям, ранги зардамро ба пеши аҳли дард овардаам. این مردمی که آبادی کرده در وطن همش اهل درد و اهل فهم و اهل فرهنگ و اهل مدنیت هم. این ما درک میکنیم، حس میکنیم و نفرانی که وطنشون رو دوست میدارن، ما میدونیم که مادرشون هم دوست میدارن، خواهرشون هم دوست میدارن، اپاشون هم دوست میدارن، هر یک تاجیک دوست میدارن، هر یک مسلمان دوست میدارن. ما تشکر زیاد میگم با دوستانم که ایخوדי فرخور اتفاق به ما زنگ دادن که ما چقدر آبادی کردیم و چقدر حالی مونده مکتب و دیگر جاها رها موندگی ما یک نیم کرده ایستادیم. در حقمون دعا کنیم که ما همین کارمون به سر بلند به ثبوت برسونیم. حاجی سید علی دوست عزیزم، حاجی انا دوست عزیز حاجی سید علی جان و ایجاد مراد جان هستی و دیگر برادرها هستن، نوزیم جان هستی، معلم امردین و دیگر همه تونه برادرای عزیز هزار رحمت میگم به این کاری پیش گرفته تون با هزار رفتن میگم هزار رحمت میگم به این کاری پیش گرفتگیتون و ایوان زنگ زده بودن ایدهای افتورو و خیر نموشون راستی در خاطر ممنون است. چند روز پیش زنگ زدن که در حقمون دعا کنین. علی باس داریم است، علی باس ایشان با ایشان که با تخلص ایشانی کلوله میگن اورا در یوان آبادی وطن میکنید. هزار رحمت و دیگر برادرها در دهه سنتودای ما آبادی رفته است. خیلی خرسان شده است که آبادی که هستیم بختیار جان. هزار رحمت رئیس زنده باش. مهنت شرف است. مهنت کردی در آینده یک از نام تا میگیره که فلان آدم همین کارو ساخته بود دوستان. باید ما ای پیشوامون عبرت بگیریم. فقط آبادی فقط آبادی کنیم. همه غریبی میرم، همه راه دور میرم، همه سفر میبرم، همه بیشتر وطن دوست میدارم، همه مهر وطن با در دلم جوش میزنم، همه بود میخوام که برام وطن همین ایتای دل یک جای شدنم که دست به دست کنیم، یک مشتمو وطن آباد کنیم. چی گفتیم برادر عزیز؟ این دولت‌ها دا یگان مقصد در خیر نمیگیرن که فرزندای ما آینده بیان در اینجا زندگی کنن. نه، البته ما رو فقط کجا میبردارن؟ در کودکی ما خونه پدر و مادرمون در آینده که جوان مرد شدیم فقط وطن عزیزمون تاجیکستان میبردارن. برام میگم تاجیکستان با پیش هر نفری که وطنش را دوست میداره و در این دنیا و در اون دنیا موفق است. هر نفری که فارغ بالی میکنه و بی‌پروایی میکنه و خیانت میکنه به وطن، او را خداوند هم در این دنیا هم در اون دنیا جزاش میده. جزاک الله خیر برادرای عزیز. چی گفتنیم دیگه جای گپ نیست. خداوند بزرگ همه ملت تاجیکا دست بالا بگردونن، موفق بگردونن. این مکان‌های مقدس دست به دعا میبرداریم. پاک و پروردگار رو، وطنی ما رو، برادرای ما رو، مادرای ما رو، پدرای ما رو در پناه اسمت خود نگهبان باش. همه مسلمانان رو خداوند در حفظ خود نگهبان باش. پیش کارمون رو کشاده کن، رزق روزی ما رو فراوان بگردان. در نزد دوست و دشمن سرخمان نکن. الله اکبر. خدا نگهبانتون. ما این حال در مسجد قطر قرار داریم. اینجا مسجد قطر بوده که اومدیم. هر مسجد خشرو نماز رو خوندیم. حد این جایی مقصد جای خشروی همین مکه، جایی که تماشابا باش، سربلند خانواباد باشه، مردم سربلند تاجیک. و بعد بسیار در کامنتر برادران نوشتن که چخیلی رفتین شما. ما این یک سایت همیشه میمونم در کامنتر ذکر پیت میکنم. هم اینستاگرام دارم، هم تیک توک دارم، هم یوتیوب دارم. بدون معلومات پر این رقماشون، این سایتاشون بدون معلومات پر همش یک تا نوشته موندگی است. معلومات که اینا ما برادران ما خیلی راستی خودم ممنون میدونم. ما پول ندادم که بدون نرخ چانس باشه و همین خداوند خودش میخواد. ما رو زنگ میزنن میگن که اکا بیا همین خیلی که
یه بار در میز وقتی چی یه بار نامونو بگیم نامشون بگیریم محسنون شرکت حج عمره سنتر محسنون اینا خونه خدا میارن چون در مسکو کار و فعالیت میکنن اینا رقمشون معلومات زنگ بزنید معلومات پر را بگیرید خدا نگهبان همه ما و شما تاجیکستان بازم تاجیکستان یک جای چه بگیم با پیش خدا نگهبان